امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد؟ زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واقعه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز، پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز، زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است، برادر عزیز باز ایست. این نهی منکر هیچی وایمه ندارد. یگان دهشت نیست برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین این مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند. با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند.